أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب مسلم 921 می باشد. ابو هریره میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی به صحابگان گفتند: آیا شما نمی بینید وقتی که انسان مرگش فرا می رسد چشمانش به بالا می رود؟ سپس صحابگان گفتند: بله، همین طور می شود. پیامبر گفتند: وقتی که روحش می براید چشمانش باز می شود و او روحش را می بیند. بنابراین هنگامی که روح انسان می براید چشمانش این روحش را می بیند. و چه خیلی که الله می گوید: فلولا اذا بلغت الحلقوم، وقتی که جان انسان به حلقش می آید، و انتم حین اذن تنظرون، و شما می بینید. بسیاری از انسان روحش را می بیند. وقتی که جانش برآمده است روحش را می بیند. الله می گوید که فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر شما قادر باشید جان او را نمانید که برآید، می توانید؟ البته نمی توانید. ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر شما در حقیقت در آنجا قیامت نباشد و انسان به خودش مالک باشد، پس شما قادر باشید که جان انسان نبراید، پس بکنید. نمی توانید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که یک شخص مسلمان وفات میکند چشمانش باز می ایستد، چون که روحش را میبیند، برآمدن روحش را میبیند. فاغمضوا البصر، و چشمانش را بپوشید. فان البصر یتبع الروح، زیرا چشم هنگامی که روح میبراید او را میبیند. و قولوا خیرا، سپس در حق این میت سخنهای نیک گویید و کارهای شایسته او را گویید. چگونه به شخصهای عالم ها می نشست، به مسجد می رفت، خیر و سخاوت می کرد و نماز خواندن او را به یاد آورده شوید. کارهای صدقه او را بگویید و بر الوالدین او را بگویید. فإن الملائکة تؤمن على ما قال اهل البیت، زیرا فرشتگان هر وقتی که سخنهای نیک او را میگویید، عملهای شایسته، رفتار شایسته او را میگویید، ملائکه ها آمین میگویند. الله رحمت کند گویید. اهل بیت وقتی که به میت سخنهای نیک میگویند، دعا میکنند، ملائکه ها، فرشته ها آمین میگویند. اما وقتی که کافر روحش میبراید، در حقیقت او ملائکه های غیر رحمت را میبیند. و نازعات غرقا، جان او را مثل که موی شتر را انسان وقتی که میکند همچنان جانش را میگیرند. و نازعات غرقا و ناشطات نشطا. اما فرشتگان مؤمن را وقتی که جانش را میگیرند، یعنی خیلی که آب از آبگینه بیرون میبرد همچنان میبرد. و ناشطات نشطا. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.